الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها الآية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خدمت همه حاضرین در جلسه، خصوصا بزرگان امارت اسلامی افغانستان، معاون صاحب محترم اداره ریاست الوزراء و سایر بزرگانی که تشریف آوردند، خصوصا وزیر صاحب مدبر و توانای ما شیخ صاحب محترم، و با اجازه شما عزیزان و سرورایی که در جلسه حضور دارید، دقایق مختصر وقت قیمت‌بهای شمایان را گرفته پیرامون جایگاه محصل و استاد در جامعه میخواهم تبصره داشته باشم. از نگاه قوانین وقت ظرف نیست، معیار است. اگر دقایق کم و بیش شد عفو میخواهم. عزیزان سرورا، یگانه نظامی که ارزش و مقام و برتریت برای انسان قائل است، اون نظام اسلامی است. استاد جایگاهش در جامعه و محصل در جامعه جایگاهش به چه منزل است؟ ما چطور میتوانیم جایگاه یک محصل را، جایگاه یک استادی که به خاطر اوضاع شب و روز زحمت میکشه تمثیل بدهیم؟ استاد عزیز و شفیق و مهربانی که شب و روز زحمت میکشه به خاطر تلاش، به خاطر ترقی این نسل، این مسئولیت توست، این وظیفه توست که تلاش بکنی آینده را برای جوانان برومند و توانا و صاحب دانش و بینش. چرا در بین دانش و بینش تفاوت است؟ دانش مطلق ضبط کردن مفاهیم است، ولی بینش استفاده کردن این دانش است که ما دانشی در چه مورد داریم. آیا ما بینش ماحولمان را، اطرافمان را داریم؟ با کدام دید نظر میکنیم؟ تو استاد عزیز و شفیق دردانه‌ای که فرزندان امت مسلمه برای تو امانت است، در اختیار توست، با کدام دید و با کدام مقام، با کدام شیوه با نظر میکنی؟ استاد مهربان و عزیز من، در هر بود شیوهی که قرار داری، اگر استاد پوهنتون هستی، شیخ الحدیث هستی، هر کسی هستی، متوجه باش و بدان تو به جایگاه کسی قدم گذاشتی که الله در شأن از او فرموده وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. استاد مربی و تربیت کننده است. اولین مربی برای بشریت رهبرمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد که غمخوار امتش بود. حتی روش رفتن به بیت الخلا را برای افراد و شاگردانش تعلیم میداد. تو استاد عزیز و شفیق به جای همچون شخصیتی قرار داری. باید کسی که از تو علم حاصل میکنه، اخلاق هم باید حاصل بکنه، رفتار و کرکتر هم حاصل بکنه، بینش باید حاصل بکنه. من حیث یک فرزندی را چقدر دوست داری، به او ارزش قائل هستی. این همه فرزندان معنوی توست. باید به دید مثبت مسئولانه نظر بکنه. این از جایگاه، این از مقام، این از ارزش که برای تو اسلام داده. پس ما اساتید بزرگوارمان را احترام میکنیم، چون به جای شخصیتی قرار دارد که او مربی و استاد اخلاق و زندگی است. دوم، تو محصل عزیز و شفیق اگر طلبه علم هستی، حافظ قرآن هستی، در هر بخشی که تو تعلیم میکنی، چرا علم بر دو قسم است. یکی علم
علم تشریعی داریم، یک علم تکوینی که هر دو دنبال پرواز امت مسلمه است که سرچشمه همهش منبع ما قرآن، احادیث گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم و چهار اصلی که در اتفاق است، قرآن و حدیث و اجماع و قیاس و مطابقه هفتانه نیاره که اختلافی است، همه برمیگرده به قوانین زندگی کردن من و تو. پس جایگاه من و تو محصل چیست؟ اگر مشکل می آید، سختی می آید، هیچ چیز بدون تلاش و زحمت و کوشش به دست نمی آید، نابرد رنج و گنج میسر نمی شود. پس جایگاه من و تو مانند اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم است که اونها خاری را کشیدن، زحمت را دیدن و تابلوی سند فراغتی از مکتب رسول صلی الله علیه و سلم کسب کردند که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود یاران من، اصحاب من مانند نجوم از ستاره ها، به هر یک شما اقتدا بکنید اهتدا پیدا میکنید، راه را پیدا میکنید. پس من و تو جوان مسلمان که زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، محصل هستیم، وظیفه من و تو وظیفه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اونها تاریخشان در زمانشان درخشیدن، صفحات تاریخ مملو از واقعی داستان‌ها و زندگی آنهاست. امروز مکلفیت به دوش من و توست. بزرگان من و شما، اساتید من و شما مانند کوههای بزرگ حمایت من میکند، تشویق من میکند تا اینکه من و تو محصل و جوان و عزیز و دردانه مسئولیت خود را دانسته در قبال این امت عمل بکنیم، تلاش بکنیم. این دومین مورد. سومین مورد برمیگردیم باز با استاد عزیز. شاگرد الگوبرداری میکنه از تو. شاگرد مانند کاغذ سفید است. اگر به کاغذ سفید یا لباس سفید ما هر رنگ را بزنیم یا هر آنشی که به بر بخوره او کپی برداری میکنه. پس این شاگردایی که در اختیار شماست کاغذ سفید است. با اونا طوری بینش بدهید، طوری زندگی را یاد بدهید که همه به او افتخار بکنه. امت مسلمه به همچین جوانان صاحب دانش و بینش نیازمند است. چهارم، وظیفه من و تو جوان مسلمان خفتن و خوابیدن نیست. مسئولیت خود، ماحول خود، آینده را داریم. این بزرگانی که من و شما با چشم سر مشاهده میکنیم به خاطر رشد و ترقی من و شما شب روز زحمت میکشه، آینده ملت از من و تو میخواهد. باید ما طوری تربیت شویم، طوری آماده شویم که خدمت بکنیم. و در آخر نکته پنجم، ارزش و جایگاهی را که نظام اسلامی برای دانش قائل شده برای هیچ چیز قائل نشده. ببینید اولین امتحان یا اولین درسی را که الله متعال به حضرت آدم علیه السلام داد چی بود؟ و علم الآدم الاسماء کلها. به آدم علیه السلام تعلیم داد. این ما وظیفه تعلیم را داریم، باید بیاموزیم. چنانچه که رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید ز گهواره تا به گور دانش بجو، جستجو بکن. حتی یک طفل را ما ببینیم پرسان میکنه که پدرجان این چیست، این چیست. این دلالت به حس فطریش میکنه که دنبال دانستن و طلب کردن و کسب کردن است. و اولین خطابی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد لفظ چی بود؟ اقرا، بخوان، کوشش بکن، تلاش بکن. این خواندن و دانش و تحصیل است که برای من بینایی میدهد، برای ما چشم میدهد که ماحول خود را ببینیم، به خاطر صلاح دینمون حرکت بکنیم. نظام اسلامی همچون جایگاه را برای من و تو قائل شده، همچون ارزشی را برای من و تو قائل شده. پس وظیفه من و تو خدمت کردن به همچون نظامی، قربانی دادن به همچون نظامی، آماده هر نوع خدمت بودن به همچون نظامی است. به طور مثال نمونه امروز من و شما گرد هم جمع شدیم. اون محصلی که با رنج و تکلیف، با ناقاب، با نداشتن پول زحمت میکشید، تلاش میکرد، در دل بعضی هایشان ناامیدی موجود بود، ولی امروز میبینه که نظامش، بزرگش
تشویقش میکنه، ترغیبش میکنه، حس خدمتگزاری، حس حرکت و جستجو برش پیدا میشه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چیزی نداشت دارایی و قدرت، ولی ویژگی و استعداد اذان گفتن و توانایی ایمانی داشت که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همچون شخصیت های او را بزرگ خود خطاب میکنه. پس این بزرگان من و شما ما را تشویق میکنه به دلمون مملو از عشق و محبت باشه که همچون نظامی داریم که ما و شما را تشویق میکنه تا اینکه مسئولیت های ما را به طور احسن و خوبش انجام بدیم. پس وظیفه من و تو جوان مسلمان، چون خداوند خودش در قرآن عظیم‌شان میفرماید خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ما در آزمایشی هستیم. همچون تشویق ها و ترغیب هایی که میشه ما مسئولیت و وظیفه ما را در کنار دیگران باید ادا بکنیم. و در آخر با یک شعر سخنانمان را به خاتمه میرسانم. این شعر برای ما خیلی انگیزه بده. شاعر میگه طرح نو انداز اندر جان خویش، یعنی تجدید نظر بکو به خود، تازه کن با مصطفی پیمان خویش. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را پیمان منظورش عزیز تجدید بکن. کدام سنت به تو موجود نیست، کدام راه را تو غفلت کردی، همه را زنده بکن. طرح نو انداز اندر جان خویش، تازه کن با مصطفی پیمان خویش. یک جهان سپاس از توجه شما و تشکری ویژه و خاص از همه بزرگان داریم که در مجلس ما حضور پیدا کردن و همچنین یک تشکر خاص و ویژه داریم از رئیس صاحب انسجام و خدمات امور محصلان که همچنین برنامه‌های را برگزار میکنه تا اینکه جوانان تشویق شوند، ترغیب شوند، امید بر زندگی داشته باشند که این است از جمله خدمات بزرگ و وافر بزرگوار ما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.